سلام بر شما، به فراخبر خوش آمدید. موضوع بحث این برنامه خواستهای مکرر حکومت سرپرست در واگذاری کرسی افغانستان در سازمان ملل به امارت اسلامی. پس از نشست شورای امنیت سازمان ملل در مورد افغانستان و خط و نشانهای تازه این نشست به حکومت سرپرست، حالا سخنگوی امارت اسلامی بار دیگر خواهان واگذاری کرسی افغانستان در سازمان ملل به نماینده حکومت سرپرست افغانستان شده و باور ذبیح الله مجاهد از طریق این کرسی مشکلات چون تحریم‌های وضع شده بر افغانستان، پول‌های منجمد شده و بدبینی‌های ایجاد شده در برابر امارت اسلامی رفع خواهد شد. که سپردانه شده تا حالا به نظر ما غصب حق افغانستان است، ظلم است بر مردم افغانستان و جلوی تعاملات و همچنان اشتراک مشکلات خود در سازمان گرفته. اما چرا سازمان ملل به خواست‌های مکرر حکومت سرپرست افغانستان تمکین نمی‌کند و با چه رویکرد ممکن است تقابل موجود میان امارت اسلامی و جامعه جهانی به تعامل مبدل شود؟ من رازقیار هستم و مهمانانم برای بحث بیشتر این موضوع آقایان دکتر میرویس غیاسی، تحلیلگر روابط بین الملل و جاوید مومند، استاد دانشگاه هستند. بسیار خوش آمدین مهمانان عزیز. آقای غیاسی، میدانین امارت اسلامی بارها از سازمان ملل خواسته تا کرسی دائمی افغانستان را به امارت اسلامی واگذار بکنه، ولی هنوز این کار نشده. به باور شما ریشه مشکل در کجاست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام با شما مهمان گرامی و بینندگان. و علیکم سلام. دقیقاً موانعی که سری راه به رسمیت شناختنی دولت دیفاکتوی طالبان و همچنان واگذار کردن کرسی افغانستان در ملل متحد برای از اینها است در 3-4 مورد است که ما بسیار سریع را میشمارم. اول سرنوشت تاثیر دختران، کار و آزادی مدنی زنان. این هر دو مورد یا یک موردی است که همه قدرت ها، همه کشورها دوست و دشمن طالبان در این مسئله اختلاف دارند تا اینکه مثلا روشن نشود این کار صورت نمیگیرد. دو، مسئله وجود گروه های تروریستی در افغانستان مثل القاعده و داعش و مراکز آنها. این موردی است که روسیه، چین، فرانسه اینها به این بسیار توجه دارند. امریکایی ها و انگلیس ها شعار میتن ولی با این مورد چندان مشکلی ندارند. مسئله آزادی های مدنی و سیاسی عامه مردم افغانستان، احزاب و جریان های سیاسی که در این رابطه خود ملل متحد و نهادهای مربوط به او و اتحاد اروپا زیاد مشکل دارند و سر گپ ترکیز میکنند. دیگه چهارم، مسئله حقوق بشر، نوعیت حاکمیت، کمیسیون حقوق بشر در این رابطه بسیار سخت با طالبان مخالف است و بیانیه‌ای از او همیشه در کنفرانس ها موانع ایجاد میکنه. پنجم هم حکومتی همه شمول است که از تمام طایفه و اقوام و جریان ها باید حکومت تشکیل شود که در این رابطه تنها روسیه بسیار ترکیز میکنه و در استراتژی روسیه است که باید تمام نهادها و گروهایی که بیرون از افغانستان هستند شامل دولت باشند. اینجا یک دو مورد کوچک هم از اجازه بدین که به طور انفرادی امریکایی‌ها منتظر معلوم شدن سطح روابط طالبان با ایران و روسیه و چین هستند که امریکایی‌ها میگه که اینها یک دفعه همین حکومت در دامن از اینا از استراتژیک سقوط نکنه و برعکس باز روس‌ها و ایرانی‌ها، البته چینایی‌ها نه، اینا منتظر هستند که یک انکشاف منفی در روابط امریکا، غرب و اتحاد اروپا با طالبان رونما شود که اونا تصمیم قاطع خود بگیرن که اینا را برسند. خیلی سپاسگزارم. یک گفتگو دیگه من اینجا چند ثانیه. چینایی‌ها بدون از اینکه کدام چیزی از طالبان مطالبه داشته باشند به اهداف کلان خود رسیدند. قراردادهای اقتصادی کلان میان مدت و کلان امضا کردن با طالبان، منابع افغانستان اقتصادیش به دست گرفتن. اونها که به رسمیت نمیشناسن صرف از یک آبرویی است که در ملل متحد، جامعه ملل متحد اینها دارند و همون دیدار سالی که دنیا صدا میکنن اون را زیر سوال ببرن. این مواردی رو که من یاد کردم. بله درست. برمیگردم به شما، اجازه بدید آقای غیاسی. خب بحث منافع بیشتر مطرح هست. آقای مومند میگن بحث حقوق بانوها و موارد دیگه‌ای که شما یاد کردین اصلا قابل بحث نیست. تا زمانی که منافع غرب مخصوصا آمریکا میگن تامین نشه، خب کرسی دائمی افغانستان در سازمان ملل واگذار نخواهد شد به امارت اسلامی. ما با کلیات بحثی را که برادر ارائه کردن موافق هستم. در این شک نیست که کشورها منافع خود دارند، اما همین منافع یک دلیل و توجیه کار داره
که ظاهرا مستدل بسازن اون هم چیزهایی که من اینجا گفتم و برادرم با این مخالف نبودن. ولی مسئله تحصیل دخترها و حق کار و آزادی های مدنی زنها یک مسئله بسیار نادر در تاریخ معاصر بعد از دوران کشورهای جمهوریت که شاهی و جمهوریت تبدیل شدن قرن 19 و 20 و 21 یک مسئله است که بی سابقه است در دنیا. یعنی حتی در کره شمالی دمو دیکتاتورترین کشور هم این چیز ممنوع نیست. یک چیزی تقریبا عجیب است، یعنی تعجبش از عقل فراتر است. و این خاطر یک مانع اساسی که در این اتفاق نظر وجود داره که این مسئله حل نشه. ما باور نمیکنم که هیچ کشوری طالبان را به رسمیت بله. ولی آقای قیاسی میدانین قسمی که از نام سازمان ملل پیداست، خوب اینجا ملت ها بیشتر نقش دارند و نمایندگان ملت ها در این سازمان حضور داره. با این وجود فکر نمیکنین که سازمان ملل هم در حق مردم افغانستان جفا میکنه با این که کرسی را واگذار نمیکنه به نماینده امارت اسلامی؟ ملل متحد در مسائل کلان که واگذاری کرسی بر رسمیت شناختن ایگه باز هم 5 کشوری که حق ویتو دارن، امریکا و انگلیس و اتحادیه اروپا و فرانسه و روسیه و چین هستند. اینا در بعضی موارد با آنکه منافعشان در تضاد باشه در بعضی مسائل اینا اتحادی نظر دارند به خاطر حفظ قدرت خودشان در این سازمان که در طول 79 سال این گونه بوده. یکی از مواردش از نظر ما البته، ولی را برادر رد نکنن که یک واقعیت است که مسئله تحصیل زنها و کار مسئله تحصیل دخترها و کار زنها یک مسئله اتفاقی است. باقی من یا توضیح دادم که چه کشور در کدام مسائل ترکیز میکنن. مثلا روسا، حالی منافعی که میگیم روسا چی منافع اقتصادی دارن در افغانستان، چی منافع سیاسی دارن؟ منافع سیاسی چرا میگه که افغانستان کشور آرام باشه، از جا روسیه کشورهای همپیمان روسیه در آسیای میانه مورد تهاجم صورت نگیره، منافع روسیه برای دراز مدت ضربه نکنه. این منافع روسیه است. ولی روسیه منفعت دیگر هم در جا. روسیه یک چوبی تاریخی در مسئله افغانستان داره که برمیگرده به 100 سال حتی 120 سال سابقه داره. از زمان تزار روسا و منافع را در نظر دارند. منافعشان مثل که اقوام، قبایل، ملت‌های افغانستان که در شمال افغانستان هستند، بیشتر اینها اگر در این حکومت شامل نباشند و این حکومت به نحوی از سیطره و چنبره غرب بیرون نباشه، باز روسا یک روابط کشدار و مریض میکنن. مثلا اجازه بدید توضیح بدم. آلی حاضر ما تکرار هم کنیم بیزه معلوم نشوه 42 میلیون دلار امریکایی و اروپایی هفته‌وار به امارات میتن و با گمان اغلب که خودشان هم اعتراف کردن در میدیا، گفتن که ما 40 میلیون دیگه هم در مسائل استخبارات دیدیم. فضای افغانستان هم درست امریکایی هست دیگه. امنیت میدانهای هوایی افغانستان درست امارات غیر مستقیم درست امریکایی هست. به این خاطر روسا منافع خود با وجودی که رویکرد خوب با طالبان دارن در تضاد میبینن و همین خاطر اون منافع را از نظر دور نمیگذارن. این بحث اینا قسم معلوم میشه که تمام این منافع ها برآورده شده و باید به رسمیت بشناسن. برعکس قصه چی منافع بیزادی به هر کشور و چی منافع دستجمعی که برای دنیا این برآورده نشده. حداقل چی 5-6 چیزی که ما سه چیز از این مهمه. بله درست است آقای قیاسی. خب هر کشور داره منافع خودش را دنبال میکنه. قسمی که شما هم به او اشاره کردین، غرب همین گونه، روسیه، ایران، هر کشور دیگه. خب منافع افغان ها اینجا در کجا است؟ چطور باید منافع خودشان افغان ها تعریف بکنن؟ منافع افغان ها بعضی گپا به منافع افغان ها گره خورده است. مثلا حالی یک وقت با کفایت نمیکنه. همین 1 میلیون نفر افغانی که بعد از خود جمهوریت 1 میلیون نفر مفیدش که بیرون رفتن، ولو که چه بودن از همون نظام بودن خیلی تاثیر کردن مردم میگه با اینا در بیرون مثلا تاثیر خاص در دیادا دارن. مثلا همین حق تحصیل این دخترای افغانستان برادرم پیشتر گفت و اصلا کاری زنها مسئله سرنوشت از روز خروجی از اونا که همارات هر روز یک گره یک قید به زده میره و همین خب منافع مردم افغانستان است. آره دنیا دیگه ما میشه آره بده. چرا همین امارات همین منافع را تامین نمیکنه؟ همین سوال حل نمیکنه. منافع کشورها هست در این شکی نیست، ولی کشورها آبرو و عزت و حیثیت دارند. پروتکل‌های ملل متحد امضا کردند. یک کشور امروز افغانستان بر رسمیت بشناسد در حالی که افغانستان یکی از پروتکل‌ها را عملی نکنه. اون کشور خب به آبرو میشود در پیش ملتش، در پیش حکومتش، در پیش همو مراکز استراتژیکش. همه گپ خواهد منافع تجارتی بازار نیست که چیزی را بده چیزی را بخر. منافع منویات داره، منافع مادیات داره، منافع یا داره شو کلام است این مسئله. درست آقای مومند. آقای قیاسی همین مورد را میخوام از شما هم بپرسم. با باور شما سازمان ملل تحت چه شرایط کرسی دائمی کشورها را در او سازمان به دولت‌ها میسپاره؟ یک قوام کرسی که اونجا با دولت‌ها بعضن میباشه، دولت‌های نو هم که به رسمیت میاد، فعلا لیبیا، بارما،
همین داستان است. نماینده شدن اول دولت چون رسمیت نداره، چون نماینده سابقت به خاطر همین کارهای روزمره اداری میگه دکتر روابط این از بین نمیبرن. این وقتی که کرسی را بیان بدن که به رسمیت داشته باشند. چه وقت میدن این گپ برادر فقط یک نکته صحیح است که جغرافیا در دست طالبان. این حالی از قوانین من ملل متحد گپ نمیزنم، قوانین واسعی گپ نمیزنم، قوانین شرعی گپ میزنم. در شریعت یک مثال طلبای کرام برای من مثال نشان بدن که از زمان وفات پیامبر صلی الله علیه و آله تا به زمان خلافت عثمانی را سقوط کردن کمی تمام خلافت‌های اسلامی که آمدن ولو که به تسلط و به زور آمدن اینا از مردم بیعت گرفت. اگر از نگاه اسلامی همین امارت بیاید همین امیر پیش مردم اسلام چرا صندوق کنه بیعت بگیره، انتخابات نکنه، بیعت بگیره که چند فیصد مردم افغانستان به بیعت میکنن. ولی میگن از علما و از بزرگان قومی بیعت گرفتیم. شما مثلا نشستی که در لوی جرگه شده رو نمیتونین فراموش بکنین. نه اون موقعی که در لوی جرگه رفتم معلومه از زیاد مناسب اکثر از ما رو میشتم اونا نماینده با اونا مردم انتخاب نکردن، اونا انتخابی بودن رفتن، اونا نماینده مردم نیستن اصلا. یا از مردم بی‌واسطه یا مستقیم یا غیر مستقیم این واسطه که نماینده شدن خودشون باعث کاندید و انتخاب باعث اهلیت و شورای حل و عقد میگن در اسلامی روان که باید بگیره. بس درازه که من که من گریه را با یک دیگه مشروعیت داخلیش هم که یک کشور قانون اساسی داشته باشه، کشور بیرق داشته باشه، بیرق از اون تصویب شده باشه. آن دمی کره شمالی را من مثال نشان میدم، دیکتاتورترین کشور هم که در اونجا یک مجلسی هست او انتخاب بشه از طرف مردم. در چین هم قسم از نظام‌های کمونیست نیستن ولی از طرف مردم انتخاب بشه و اونا همو بیرق قانون اساسی تفکیک قوا اینها کلی چیزایی در ملت اینا چیزای کلان و اساسی تن جغرافیا اساس جغرافیا است ولی جغرافیا است. مثلا امنیت اینا همین طرفایی که من میشم من به این گپ سیاسی رو میگم به طرف بس میکنم. من در بسیار موارد طرفدار امارات برخلاف جمهوریت هستم. اینا همین امنیت پیشکش میکنن. این همون قصه است که میگه یک نفر اجازه بدین همین نکته بسیار جالب است. یک مزدور رو این مزدورش برایش یک کلاه خریده بود. هر وقت این مزدور نان میگفت برای کلاه خریدم، میگفت که برای ما آبوتی میگفت کلاه خریدم، میگفت برای ما رخصتی بدید میگفت کلاه خریدم. این خود نمیشه که میگه امنیت آورده. امنیت در قبرستان هم است. امنیتی که در اون تاثیر نباشد، در اون نان نباشد، در اون امنیت شما پاسپورت توجیه کنید که اینجا 60% نفوس افغانستان میبره. ولی یاد خدا همین امارت عقل داره، فراست داره، همین کفاره میفهمه، همین دروغ چیز داره کار کنید. بیاین ولی مردم رجوع کنید. مردم مسلمان است. من امکان میدم که مردم انتخاب کنن همین امارت. خب امارت خودش هم میخواد این مشروعیت خود از یک جریان خود به یک دولت تبدیل کنه، از یک گروه طایفه طالب به یک دلیل تبدیل کنه. امارت خودش هم میخواد. دلیل خیلی سپاس. آقای غیاثی بحث را جمع میکنیم. در 1 دقیقه اشاره بکنین اگر از روی کارت‌های کار گرفتن شکل تقابل بین امارت اسلامی و جامعه جهانی مخصوصا سازمان ملل کاهش پیدا بکنه فکر میکنین چه خواهد شد؟ حتی تقابل کاهش پیدا بکنه ختم شود. گفته برادر به رسمیت هم شناخته شود. تمام دولت ها امارت به رسمیت بشناسه. امارت ساختار داخلیش اصلاح نکنه. سیستم هایی را که ما یاد کردیم که او ضرورتی اسلامی انسانی یک ملت 40-45 میلیون 50 میلیون است او را اصلاح نکنه. امارت محکوم به سقوط است. دولت نجیب رسمیت داشت ملل متحد، دولت اسرائیل رسمیت داشت، دولت باز امارت یک تا جای رسمیت داشت، باز هم جمهوریت در 20 سال در کل دنیا رسمیت داشت سقوط کرد. دولتی که همو مقومات اساسی یک دولت چی نکنه دیر یا زود سقوط میکنه. ما در دو طرف قضیه را میگم اگر برای دوش ناسا خود میکنه اگر یک قسم دوام پیدا کنه. بله خیلی سپاسگزار آقای گزار حضورتان مهمانان گرامی. پایان فراخبر. وقت بر همه شما خوش.